گذری کن به این بهارستان، تا ببینی در او گلستان ها، و از لطایف به هر گلستانی رسته گل ها، دمی در ریحان ها. روز از روزها یک روباهی لاغر با یک گرگ شکم کلان واخورد. گرگ خیلی گرسنه بود. روباه که از گرگ می ترسید، به وی صداقت خود را نشان داده او را تعریف می کرد و هرچی می گفت. هر دو گپ زنان به باغی رسیدند. دیدند که دروازه باغ محکم و استوار و دیوارهایش بلند و پرخار است. آنها گرد گردی باغ می گشتند که علاجی کرده به آنجا درآیند و چیزی یابند و خورند. همین طور گشتند ناگاه به تگ دیوار سوراخی دیدند. از این سوراخ روباهی لاغر زود گذشته می توانست و گرگ شکم کلان به زور. روباهی چالاک سر به سوراخی درآورد و به باغ نگریست و زود سر به بیرون برآورد و به گرگ گفت: به به، چی بوی خوب